فلاكة الشغال نهار السبت نهار فلاكة الشغال
کدی مهربان مادرای گرامی قدر خواهش میکنیم فرزندای هممون امروز یا تو جان طرف ساتران پیش نسته سیون ادوم نمودن و دعوت نوبتی شهروندان سال تولد از اون روز 97 2006 جمهوری پاکستان با خدمت عربی با تصویب رسیده. امروز 174 نفر جوانان با ننگ و ناموس نویه با کمیساریات عربی آمدند که با عرض احترام اونها را برای این تشبسشون تبریک و مبارکباد گفته به آنها سربلندی و خدمت شایسته خواهان هستیم. نقشه نوحیه ما با همین روز 174 کس بوده 174 کس اشتراک میکنن که این نقشه 100% نوحیه را تشکیل میده. همزمان با استفاده از فرصت مناسب به همه شما پدران و مادران و نزدیکان این جوانمردان شجاع که چنین فرزندان دلاور را به کمال رسیده بهر حفظ وطن عزیزمان آماده نموده از صمیم قلب شادباش میگویم. باوری دارم که فرزندان دلیر شجاع ما به سوگند حربی خود همیشه صادق مانده رسالت فرزندیشان در نزد وطن مادر و خلق و دولت خویش با سربلندی ادا نموده تمام دانش و تجربه ملکه و مهارت خود را با خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی سفربر می نمایند. خدمت وظیفه مقدس هر یک جوانمرد است. با عباره پیشوای ملت محترم امام علی رحمان حفظ وطن خدمت در صف ارتش ملی قرض وجدان و حق فرزندی هر یک جوان دیار می باشد. امروز که جمهوری صاحب استقلالمان در روح بنیاد جامعه دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی قرار دارد غایه وطن دوستی مهمترین فشنگ حرکت دهنده پیشرفت محسوب می شود. صداقت به وطن و دوستی و رفاقت تربیت نموده آنها را برای حفظ و مرز و بوم خویش آماده نماییم. یعنی هر یکی ما باید من بعد نیز مفهوم وطن دوستی را شعار کار و فعالیت خود هر روزه قرار داده در